محمد بن هشام رحمه الله. عملنا في از محمد بن إسحاق رواية مثلا. نعم حدثنا زياد بن عبد الله البكائي. نعم يفتبدي منه محمد بن إسحاق. إن عمل مغازي محمد بن إسحاق قلتين زياد بن عبد ابن هشام أذكر رواية مثلا در طريق زياد بن عبد الله البكائي قال ولد إسماعيل بن إبراهيم 12 رجلا. إذن إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام كان فرزندش بود 12 فرزندش بود. إسماعيل الذبيح. نعم الذبيح إسماعيل که پدرش چه ذبیح قربانی کردنی بود. إذن إسماعيل فرزندی که إبراهيم و إسماعيل كان 12 فرزند داشته بود. نام فرزنداش هم اینا نبید. این از همه کلانترینش چه نبید. نبید و تمام یعنی عرب ها یعنی قبایل عرب اصلشون اکی گذشتگی اصلشون که بمیگردن نبید بمیگردن. یعنی نم یعنی برای که عدنان تمام یعنی قبیله هایی که قیسی میگیم یا که نم همشون که بمیگردن یعنی همین که به نبید بمیگردن. نبید ابنی که به اسماعیل به یعنی عدنان نم الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان از فرزندایی که میشد نبید میشد. و كذلك قیذر و اذبول و منشا و مسمعا و ماشی و دمه و اذر نعم و تیمه و یطورا و نبش و قیذما همه من 12 نفرن. مادرشون رعله بنت مضاد یا که مضاد ابن عمرو الجرهمی جرهمی. إذا مادرشون زن إسماعيل عليه الصلاة والسلام که بود یعنی رعله بود. زن إسماعيل عليه الصلاة والسلام که وای رعله طبعا از کی میشد؟ از یمن. رعله بنت مضاد ابن عمرو جرهمی. طيب جرهم گفته کیه میگیم؟ جرهم بسیار میبید مندال تاریخ خنده. جرهم این فرزند قحطان یعنی عرب ها دو قبیل چی هستن؟ عدنانی های و قحطانی ها. اذن عدنانی ها که ها اولاد اسماعیل علیه السلام. اما قحطانی ها اینا که هم نه؟ یعنی عموما عرب بعض معدق ها عرب چند سه به تقسیم میکنن. عرب چند به تقسیم میکنن؟ سه به تقسیم میکنن. عربی که های بائده های و عاربه های و علیکم السلام. إذن چند بودست یعنی سه قبیل سه قسمت تقسیم میشد عرب. عربی بائده و عاربه و مستعربه. فهمدید؟ چند قسم بودست؟ سه قسم. بائده یعنی معناش چیزی یعنی نه بائده یعنی چیزی نیست چیزی. بعد یبیدو یعنی چیزی یعنی عبادت شعوبه یعنی نیست شده از تاریخ رفته از زمین چه برداشت شده یعنی مثل کی اینو مثل کی مثل عاد و ثمود. عاد و ثمود چی شده یعنی ابای رفت که الله تعالی به سبب گناهاش و به سبب شرک و کفرشون الله تعالی چی کرد های نیست کرد یعنی بعدشون به چی به طوفان بعدشون به شمال به آوازهای چی از بین چی شدن یعنی رفتن. اینا که یعنی عاد ثمود اینا عرب هستند. لیکن عربی چی میگیم؟ بائده میگیم. عرب‌هایی که نیست و نابود شده رفتن یعنی به سبب گناهشون الله تعالی روی زمین چی کرد وای نیست کرد. انا دویمشون چی عاربه. عرب‌ها یعنی چی اصلی که از قدیم یعنی چی عرب یعنی چی بودن یعنی فرزند اینا که بمیگردن یعنی اصلشون از فرزندایی که سام ابن نوح ابنی که بمیگردن یعنی نوح علیه السلام بمیگردن یعنی فهمدید؟ یعنی اینا که یعنی قحطان و قحطان این چی میشد یعنی پدر یمن
إذا يمن أصل عرب جود مشان يمن هذا يمن أصل شيء عرب على من كبا ميقادر يعني قحطان با إذا جرهم ابن قحطان ابن عابر ابن شالخ ابن أرفخشد ابن كي سام ابن سام ابن نوح وكذلك ديجي جدا منك جرهم ابن يقطان ابن عيبر ابن شالخ ويقطان هذا هو قحطان ابن عيبر ابن شالخ على كل جرهم إذا كبدات يعني فردان كي قحطان فهمت جرهم إنه كمشان يعني نعم بني قحطان مشان يعني بني كمشان يعني قحطان يعني جرهم يعني وقتی که دو چیز میشه ابراهیم علیه السلام هاجر و اسماعیل که جا میبیارد مکه میبیارد و همه وقتانه چی میشد یعنی چی روی میتید یعنی صد سبع هم معرب شده میشه یعنی معرب سبع مملکه نعم مملکت عظیم مملکت عظیم بده این چیز وقتی که میخیل مثلا چی میشد یعنی یمن ابین میرد یعنی چیزاشون حکومشون همینا طوری چی میشد یعنی اهل یمن پراکنده میشن روی زمین به روی زمین به چی میشن یعنی پراکنده میشن الان میخیل جرهم یعنی چی میکند یعنی یمن ترک کرده اینجا میومده بود حجاز بیامده طوری چی میرد یعنی مکه به وقتی که مکه ده بود همین جرهم نعم و بعد اول میگن که قضاء یعنی اختلافه قضاء از عدنان یا که از چی فهمده؟ الان اینا وقتی که بیاین که میبینن یعنی هم وقتانده چی پیدا میشه زمزم پیدا میشه وقتی که او پیدا میشه او به چی میبیاد یعنی کبوتر ها پرنده ها میبیاین همینا جرهم عبدال میبیند و کبوتره که میبیند پرنده میگوید که چی های یعنی معناش پرنده ای که بوده معناش چی های آب بلند دراز کردن بهتون چی نزدیک به میبیاین یعنی حاجر به اومده از حاجر چی اجازه میگیرن که از آب استفاده بردن به الان میخیل جرهم چی پیدا میشد یعنی مکه سبب پیدا شوش همین بود یعنی فهمیدید پس سبب پیدا شوش جرهم مکه چی بود یعنی الان میخیل به همین سبب جرهم پیدا میشد تو پیدا شده بین چی بین اسماعیل و بین جرهم چی علاقه چی میشد یعنی وقتی علاقه سخت میشد حتی که چی سردار جرهم که بود یعنی سردار جرهم هم وقتنده مضاد بود مضاد ابن عمرو بود مضاد ابن عمرو بود نعم مضاد ابن عمرو دخترشه که به اسماعیل به میتید الان خیل اسماعیل علیه السلام قریب 100 سال یا که اکثر 20 سال چه عمر میبینه تا مدامی که اسماعیل علیه السلام کعبه مکه دستی که بود والی سلطان امیر مکه که بود یعنی اسماعیل علیه السلام که بود یعنی اسماعیل علیه السلام انا بعد از اسماعیل سونی که میبیاد یعنی بعد از که وفات میکنه اسماعیل یعنی کار که به میگذارد جرهم به میگذارد یعنی پدری زنش چی میکرد دست میگیرد یعنی هم مضاد ابن عمرو چی میشد یعنی مکه دست مضاد به میگذارد یعنی فهمدید طول عمر اسماعیل و عمر اسماعیل علیه السلام چند سال شد یعنی 130 سال 120 سال اما قولش و دفن فی الحجر این چی یعنی این باطل یعنی این به هیچ خیل اسناد نیست یعنی اسماعیل علیه السلام حجر به دفن شدگی این به دلیل نیست هیچ خیل دلیل فهمید این چیز این کلام باطل سونه هاجر یعنی میتونی که گویی که هاجر یا که آجر هر دوش هم چی صحیح آجر گویم میشد و چی گویم میشد هاجر گویم میشد و سنة مصاب يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم أهل مصر بقى سنة حديث ذكر كان حديث أصلا يعني عن طريق ابن اللهيعة لكن إذا بدأت يعني حديث صحيح مسلم وما يجي معناش الله في أهل الذمة أهل المدرة السوداء الصحم الجعاد فإن لهم نسبا سحرا نعم سحرا الجعاد يعني موهوشون شيء سخت شو ده شيء نه بعين الجعد موهوشون يعني شيء بخلاف موهوی مثلا اهل روم موهوشون چی بشد یعنی موهوشون چی بشد مرسله بشد صدل مونده چه جعده صدله
صدر یعنی موش چوبای میشه یعنی یه موی ملایم موی کشاب میشه یعنی اما جعد یعنی چی؟ موش سخت کدریاوی میگود که همین چی میگود یعنی و علیکم السلام همین چی میگون جعد گفته همین میگون یعنی فهمید؟ طيب نسبهم أن أم إسماعيل الشاهد حديث چه گفتیم یعنی اصلا صحیح مسلم اومده ای که رسول صلی الله علیه و آله و سلم میگوید که یعنی این چی انکم تفتحون ماذا مصر یعنی شما مصر چی فتح میکنید یعنی فتح مصر سال چنده شد فتح مصر قریب سال 16 17 شد بعد از یرموک نم یرموک سال 12 13 باشد به همه خیلی سال دوام داده یعنی بیعتون رفته چیه بیت المقدس فتح کردن که جای فتح کردن بیت المقدس بعد از بیت المقدس یعنی چیه غزه سال غزه چیه خلاص سال چی به میدارید سعید به میدارید سعید یعنی مصر عمرو ابن عاص که جواب مصر به در آمد مصر فتح شد قریب سال 17 18 اذن بعد از وفات رسول صلی الله علیه و بعد 7 سال 8 سالش مصر فتح کرد یعنی این چی بود یعنی از دلایل نبوت رسول صلی الله علیه و سلم این چیز دونست که شما چیکار میکنید گفت مصر فتح میکنید وقتی که مصر فتح میکنید گفت اهل ذمه که اهل ذمه مصری ها برای که مصری ها علیکم السلام مصری ها که یعنی نصارا بیا و نصارا چی میشن اهل ذمه میشن همین به وصیت کرد که یعنی چی به همین ها معامله چی کنید نیک کنید معامله نیک کنید برای چی برای که وایها به چی دو چیزه نه فإن فيهم رحما و نسبا یعنی رحما و نسبا و سحرا مسلمان نسب یعنی نسب سحر یک چیز یعنی نعم نسب سحر یک چیز اذن چی میگوید یعنی رحم و نسب یا که سحر معناش چی رحم نعم یعنی معنای رحم برای که چی رسول صلی الله علیه و سلم میگوید که اهل مصر چیکار کنید یعنی با اهل نصارا لیکن معامله نیک کنید هم به خوبی علاقه نیک کنید معامله نیک کنید خوبی کنید دوستی کنید برای چی برای که وایها ما به نزدیکن برای چی وایها ما وایها در وایها چی داریم رحم داریم و سحر داریم رحم معناش یعنی چی برای که مادر ما میگوید رسول صلی الله علیه و سلم هاجر از اهل مصر بود برای که قبطیه بود فهمید یعنی ابراهیم علیه السلام یعنی قول اغلب مؤرخ نصابه ها به از بلد چی بود سوس بود از کجا بود از سوس بود سوس یکی از چی یعنی بلاد سواد العراق یعنی سواد چی زمینی کشتکاری آدم سوس بود علیه السلام ابراهیم علیه السلام زبانی که بود نمرود انده بود سونه المهم وقتی که آتش می اندازن ابراهیم علیه السلام آتش وقتی که می اندازن نور الله تعالی نور چی میگه کونه بردن و سلامه علی ابراهیم یعنی چی شد آتش خنک سلامت شد سونه وقتی که نمرود میبیند که همین قدر آتش یعنی همین خیلی سخت آتش بلند کرده بودن که کامل ببیند تیر میبیند میگود که حتی که همین خیلی بلند بود که آتش پرنده های عثمان هم بوده که سوخته افتیدن یعنی پرنده چقدر بلند میپرند همین خیلی آتش بلند کردن که یعنی برای اینکه چیز جمع کردن این چیزا روزها ماها حتی که زن میگفت که یعنی اگر چیز کند یعنی چی نظر میداد میگفت که نظرت ان احتطب لنار ابراهیم یعنی چی نه عبادت برای اصنامشون عبادت از صنم‌هاشون به هم بت‌هاشون به عبادت کرده گارتا نظر میکردن که من همین چی ابراهیم سوختم به چی همین قدر هیزم جمع کردم من به نظر فهمیدید
یعنی عبادت چه ندر قرض یعنی همین خیلی آتش قانون کردن که چی شد یعنی وای پرنده که یعنی osmuna ne yaparlar? Sukta bolo içime otaş ve aftod yani. Fahmet? Parrande içime şu yani durun içime alombe mi aftod. Vakti ki andoktan İbrahim Aleyhisselam bacı bamanjani andoktan. Ki nazdikada ne meşamlar? Ha? Bacı andoktan yani bamanjani andoktan. Hem vakti ki İbrahim Aleyhisselam وقتی که من بودهاشون شکاف المهم شده که کار شد نام توی چیکار کردن یعنی همینده نمرود یعنی ملیک بوده وقتنده نام به قتاده رحمه الله میگوید که 4 نفر فقط 4 نفر ملکو الارض روی زمین گرفتن تاریخ اند رود آدم علیه السلام تا همه روزه دیدن چه فقط 4 نفر روی زمین به چی شد یعنی مالک شد دوتاش کافر دوتاش مسلمان کافر ها کی وای نمرود و بختانسار بختانسار ملک فارس و مسلمان ها کی و ذوالقرنین اذا 4 نفر نوکی نمرود بختانسار و سلیمان و ذوالقرنین یعنی اذا سلیمان ذوالقرنین و نمرود و بختانسار همین وقتی که نمرود میبیند که نمرود میبیند که ابراهیم علیه السلام تورنی آتشنده یعنی چی؟ سلامت و خونیکینده sonra میلنده چی میکند یعنی حتی چی میکند یعنی ابراهیم از آتش برآورده عذر طلبیده 4000 شتر قربانی میکند نمرود ابراهیم یعنی علیه السلام وقتی که حتی خردسال بود پدرش چی بود یعنی صناع اصنام بود استا بود یعنی بت میساخت بت میساخت ابراهیم به میداد ابراهیم بازار به میرفت میگفت که اشترو هذه الاصنام التي لا تضر ولا تنفع هیچ کس نمیخرید تو گشته میواد میگفت که پدر بتات تروش کس نمیخرد یعنی بازار من میبرد و میگفت که یعنی چی خرید میگفت بتهایی که این شما به چی فایده هم نمیرسوند و ضرر هم نمیرسوند فایده هم نمیرسوند و چی ضرر هم نمیرسوند تو بگه فایده نرسوند ضرر هم کی میخرد هیچ کس نمیخرد گرونده پدر میگوید که شما میکنید هیچ کس نمیخرد گرونده میکنید فهمید این کی بود ابراهیم علیه السلام علم خیر سونه وقتی که نمرود چی میکند سونه نمرود به ابراهیم میگوید که برای چی الله به ایمان نمیبیاره گفتگی نمرود میگوید که اخاف علی ملکی ملکم بهتر یعنی میفهمد که عبادتش باطل میفهمد فهمده دادت که عبادتش چه باطل همین بت‌هایی که هستن لا تنفع ولا تضر و ایها هیچ خیلی فایده هم نمیرسونه ضرر هم نمیرسونه و حقیقی یگونه الله سبحانه و تعالی چه همین اله ابراهیم که ابراهیم آدمی قدر آتش نداد فهمید حقیقت بدن چیه لیکن برای چی ایمان آورد ملکش ترسید که اگر ایمان بیارم آدم ها من رو میگردونن چی بشم یعنی من بی ملک میمونم دیدید یعنی چی یعنی دنیا آدم چی خیلی مثلا نعوذ بالله کفر به میبرد یعنی sonra بعد از وای ابراهیم علیه السلام جا به هجرت میکنه مصر به اساس که جا به میرد یعنی مصر به میبیاد وقتی که مصر به میبیاد همراهی زنش هاجر سارا همراهی سارا که جا به میبیاد یعنی مصر به میبیاد و مصر انده ملکی که بود یعنی ملکی ظالم بود ملکی که بود یعنی ظالم خیل بعد اهل انصاب و تاریخ میگن که بود این این وقتنده یعنی که بود یعنی میگن که یعنی ضحاک عرب ها ضحاک میگن فارسا افراسیاب میگن چی؟ افراسیاب میگن یعنی ضحاک هم میگن افراسیاب هم میگن افراسیاب الازدحاق و ضحاک هم باش یک اسم ها یک مسمى یک اسم با قیل یعنی چی
الله أعلم. ها؟ همین هایچی برای فرعون ها بعضی اومدن دو. فرعون ها بعضی اومدن. فرعون ها اصلاشون از عمالقه اومدن یعنی. اینا از عمالقه اومدن. فرائنه ها یکماشون از چی؟ از عمالقه ها بودن. عملاقه یعنی. عمالقه. المهم وقتی که مصر به می بیاد ابراهیم علیه السلام ساره رضی الله عنها چی بود یعنی بسیار صاحب جمال بود. و ملک مصر معروف بود که چی میکرد یعنی و علیکم السلام زنهای خودش رو میگیرید. بیند که اگر خودش بگر تعجب کند زن چی میگیرید خودش بگر. فهمده؟ و شوهرش میکشت. و هم به ابراهیم علیه السلام چی گفتن بگیم؟ به اختی گفتن یعنی. نعم يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكذب إلا 3 كذبات في ذات الله عز وجل. الشاهد همینند وقتی که میبیاد سون ساره چی میگیرد وقتی که میگیرد ملک مصر و وقتی که دعا میکند نماز میخواد دعا میکرد المهم قسم نمیتود نزدیک کنه 3 بار حرکت میکرد چی نمیتونه چون میفهمد که یعنی چی زن چی حمایه رب العالمین است. چون همین به حراساش میگه انا قلت لكم نعم ان تأتوني بماذا بإنسان لم أقل لكم تأتوني بشيطان. یعنی من شما گفتم که اما آدمیت بیارید یعنی زنهای آدم بیارید من نگفتم شما به شیطان بیارید گفتم. چون همیننده چه آزاد کرده چون برای همین کار چی کردنش چی میکند هاجر هدیه میکند. فهمید؟ هاجر چه خیلی دست ابراهیم به اومد فهمید چه خیلی اومد یعنی هاجر کی به میتید یعنی ساره به چون کنیز میتید یعنی هاجر چی میتید یعنی کنیز میتید یعنی و هاجر نعم رضی الله عنها چی میشد یعنی همین بچه ولد ابراهیم علیه السلام میشد. دیدید اذن هاجر کجا اصلش از کجا از مصر هاجر از کجا بود یعنی از مصر. همین به معناش رسول صلی الله علیه و آله که چه فیهم چه گفت یعنی رحم یعنی اذن صله رحم یعنی هاجر که میشد یعنی مادری که چون هاجر که تولد کرد اسماعیل تولد کرد. هاجر كذلك چی بود یعنی نعم شروع بود یعنی وقتی که ساره خودش هدیه میکرد ابراهیم به تو میبیند که یعنی زنی خوشرو چیست تو غضب میکرد میگفت که من چی میگفت یعنی یکی از عضوهای هاجر ببرم میگفت باید که چی ببرم بده یکی از عضوهاش نظر میکنه. ابراهیم میگه که برای نظر وفا کردن چی کنی یعنی گوشش شکاف کن گوشش شکاف کن نظرت چی وفا کردن میشه تو میبیاد چی گوشش چی میکنه شکاف میکنه. وقتی شکاف میکند هاجر چی میاندازد القرد حلقه میاندازد. وقتی که حلقه میاندازد با سختتر خوشرو میشه. تو نمیدونم چی میکند یعنی میگوید که یعنی چی گرفته یعنی از چیز از بیت المقدس گجا بیارد مکه میبیارد. انا میخوام سن هاجر همراه اسماعیل مکه چی مکه میبیارد. الشاهر فهمیدید خیلی الشاهد چی بود یعنی نسب رسول صلی الله علیه و آله خیلی رسول صلی الله علیه و آله میگه که مصری ها با ما چه خیشن یعنی خیلی خیشن رسول صلی الله علیه و آله برای که مادری رسول صلی الله علیه و آله یعنی هاجر مادری زن ابراهیم ولدش و مادری که مادر اسماعیل و اسماعیل پدر رسول صلی الله علیه و آله اسماعیل پدر رسول اذا هاجر که میشه برای رسول صلی الله علیه و آله مادر میشه. حضرت مادر میشه. اما مثلا معناش یعنی سحر چی به یعنی سحر یعنی معناش خدایی برای آنکه ماریا القبطی از کجا بود از مصر بود و كذلك مادر ابراهیم که ابراهیم فرزند رسول صلی الله علیه و آله یعنی میخواد مثلا چی وای یعنی علاقه چی دارد مصری ها برای رسول صلی الله علیه و آله علاقه چی خیلی خوب دارد یعنی الان که بود یعنی درباره هاجر سونه میگوید که رحمه الله فالعرب كلها من ولد اسماعیل و قحطان. الان خلال عرب سه تقسیم کردیم عربی بایده گفتیم و عربی گفتیم و مستعرب و اسماعیل یعنی این ادنانی ها چی میشن مستعرب ها میشن و قحطانی ها که یعنی عربی میشن و اما بایده که گفتیم ثمود و عاد اینا که اینا بایده عرب وین. وبعض أهل اليمن يقول قحطان من ولد إسماعيل وإن قول بعيد إن قول شيء بعيد إن قول فهمي بلکه قحطان یعنی چی اینا پیش از اسماعیل علیه السلام
نعم بيش از إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق عاد بن عباس ابن إرم ابن سام ابن نوح. Det عاد إنه يعني كان det صوم ببنات عرب. وكذلك ثمود وجديث ابن عامر نعم عامر ابن إنه يعني باتشهوي عمكا نعم صام ابن نوح وتصمو وإملاق وأميم بنو لاوس ابن صا. نعم يعني إملاق يعني إملاق يعني كي يعني أذكى فردانوي نوح. ممكن كي إملاق عمالقة ها عمالقة إنه قريب 1000 سال زايد مثلا چه حکمرانی کردن يعني مصر تمام روی زمینه يعني فهمت. حتی مکه هم دست من اون بخشنده بود يعني مکه هم یک وقت چیکار کردن اینا نام حاکمی چی بودن يعني مکه بودن حاکم اطراف مکه بودن جایی چی حاکمش بودن. نعم املاق يعني عمالقه میگیم عمالقه ها اینو یکی از کونترین مثلا بسیار عمالقه ها يعني اینو بسیار همین چیزای يعني همون همین مثل علم جغرافیایی و همین چیزای مثلا موندگی ها يعني این خطوط عرض و طول ایکو خطای مثلا العرض و طول يعني ها يعني زمینه تقسیم کردن خطوط عرض و خطوط طول با چی بگم يعني شیرینا مثلا میگن زمینه دو به تقسیم کردن قطب الجنوبی قطب الشمالی گفته مثلا همینا یعنی حکومتی که کردن یعنی همینا عمالقه ها همینا یعنی اختراع کرده بودن عمالقه ها اختراع کردن اینا و اینا هم چه عرب اصلاشون چی عرب یعنی اینها یعنی چی بودن از اسماعیل پیش بودن اینا طبعا از اسماعیل پیش بودن اینا نه عمالقه ها پیش بودن و همین یعنی وقتی که اسماعیل مکه چی میکند اطراف مکه ملکی کنده عمالقه بود سونه اینا به تمام نسبت کرده که بود جرهم همین که بود یعنی نعم مضاد ابن عمرو جرهمی همین آدم چی نیست میکنه برای که من وقتی همین عمالقه وقتی که بعد وفات اسماعیل وقتی که مکه اینو میگیرن مکه بعد به تمام میگیرن عمالقه ها گرفته تونه مکه چی میکنن فساد کار میکنن بسیار کارهای یعنی اسیان و گناه چیز میکنن یعنی وقتی که میکنن چی میکنن جرهم میگوید که زوال دولت عمالقه ها نزدیک زوال دولت عمالقه ها چه نزدیک هر باری که خیلی فساد کاری مثلا اسیان میکنن یه معناش میگه دولتاشون آخر بر استفاده و حقیقتا چی میکنن یعنی جرهم با آسانی و ایهای از تمام مثلا چه دیار مکه نیست نابود کنده تمام میگه اما مضاد ابن عمرو جرهمی دایم فرزنداشو میگفت دایم میگفت که الان چی فهمید که میگفت مکه خاصتا مکه یعنی نام مکه خواهی که اگر ملکی مالک شوی مکه به از گناه باید که دور شوی اگر وقتی که فساد و فسق به که دست داده فهم که مکه دست داده مکه هیچ وقت یعنی چی تحمل نمیکرد این چیزا دایم چی میکرد یعنی نصیحت میکرد لیکن همین خیلی مثلا خداشون چیکار کردن حالا میگیریم خداشون چیکار کردن همین گفته باباشون علیتیاشون به گوش نکردن و چیکار کردن وقتی که مکه بتونه با جرهمی ها خداشون چی کردن فلات جرهمی ها که خدا اومده گرفت خدا وقتی که فساد کاری کرد تو خدا اومده که گرفت یعنی عدنانی ها گرفت الان خیلی سبحان الله یعنی چی بشه یعنی مکه بنده ابن خلدون تاریخش هم میگه که مکه تاریخ شده یعنی ابن خلدون رحمه الله سال 800 یعنی از رود آدم میگه تا سال 800 تاریخ میگه تو مکه میگه یعنی هیچ وقت یعنی چیه اقرار نمیکنه یعنی دولت فسق و فساد و ظلم هیچ وقت اقرار نمیکنه وقتی که ظلم و فساد و فسق شد مکندش خلاص باید چی اوی امیه هست باید نزید دور رفتن نمیکنه. نعم فولد نابت ابن اسماعیل یشجوب ابن نابت فولد یشجوب یعرب ابن یشجوب همین فرزندهایی که گفتین یعنی اسماعیل سونه الاکتون که به اومدیم اساسی ما عدنان نعم عدنان این بابای رسول صلی الله علیه و آله و سلم و نسب رسول صلی الله علیه و سلم عدنان برفتنش این بچه اختلاف نیست نعم الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان یعنی عدنان بابای رسول صلی الله علیه و سلم بدن به این به هیچ خلاف نیست. فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل نعم
اذا عدنان یعنی چی داشت؟ دو فرزند داشت، یکیش معد و معد میگیم یا که معد با تشدید گیدا میشد به تشدید گیدا میشد. معد ابن عدنان یعنی این چی میشد؟ یعنی این بابای رسول صلی الله علیه و سلم. الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. سون دویمش عق ابن عدنان. اذا عدنان ده چی دو فرزندش هست، یکیش معد دویمش چی عق. طيب آقای عقی ها کجا شدن؟ فصارت عکو فی دار الیمن. اینا کجا برفتن؟ یمن برفتن. برای که ذلك ان عکا تزوج فی الاشعریین. اشعری اینا از قحطان. عکا از نام عکا یعنی چیکار کرد؟ یعنی از اشعری ها چه زن میگیرد خودش برد. وقتی که زن میگیرد با همراهی ملوم یمنانده باقی میموند. فصارت دار واللغة واحده. والاشعریون اشعریون که هایند بنو اشعر ابن نبت ابن عدت ابن زید ابن حمیسع. نم حمیسع اینم یکی از کی بود؟ یعنی همراهی جرهم بر اومده بود. همراهی جرهم بر اومده. حمیسع جرهم نم یعنی مضاف ابن عمرو جرهمی سونه حمیسع ابن عمرو ابن عریب. اینا مکه جوبه تقسیم کرده بودن اصلا. تو لیکن به سبب همین خیلی ظلم چش حمیسع یعنی چی میکرد؟ یعنی اسفل مکه صاحب شد. مضاف ابن عمرو اعلای مکه صاحب شد و جرهم مضاف یعنی چی به عدل حکم کرد، لیکن حمیسه به ظلم یحکمش ده ضرائبمون اهل مکه. هر کسی که مکه می دراید یا که می براید اول چی ضریبه میگیرید حمیسه. یحکم به میگوید که نام اهل تاریخ میگن که همین به یحکمینه که ضریبه یگیرید. ضریبه یعنی نلو کی بودین؟ حمیسه بود. لیکن بزرده چی میکرد؟ جرهمی ها مضاف حمیسه چی میکرد؟ حمیسه لیکن بچه مکش نصف کرده تمام مکه خودش به میگیرد. ابن عمرو ابن عریب ابن یشجو ابن زید ابن کهلان ابن سبا ابن یشجوب ابن یعروب ابن قحطان. این قبیله چی اشعر. نعم اشعر انا من فرزندی که میشد یعنی سبا و سبا فرزند قحطان. يقال اشعر نبض ابن عدد. نعم. وأنشدني بيقول ابن هشام أبو محرز خلف الأحمر وأبو عبيدة لعباس بن مرداس أحد بني سليم بن منصور بن عكرمة ابن خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان يفخر بعك. وعك ابن عدنان الذين تلقبوا بغسان حتى طردوا كل مطرد. يعني إذا فخر میکند يعني إذا بشير آورده معناش که إذن عك از که میشد از فرزندای عدنان. وهذا البيت في قصيدة له وغسان ماء بسد مأرب باليمن. نعم. وكان شربا لولد مازن ابن الأسد بن غوث. مازن نعم مازن إنما قبيلة مشهور يعني مازن قبيلة هو بسيارة قبيلة هو يعني بسيارة. نعم مثل أبو عثمان المازني. أبو عثمان المازني نعم أبو عثمان المازني نحوي معروف مشهور. دموني واثق بالله من دبلو. من أبو عثمان مازني با یک اهل ذمه یهودی کتاب سیبوی ها گرفته میبیاد. ابو عثمان مازنی با اومده میگوید که 100 دینار میتیمد همین کتاب تو بخونه. همین کتاب ما به شرطه جاش با 100 دینار یعنی 100 دینار این کلو هم خیلی یک دینار رو قریب 5 گرم طلا یعنی مالوش چنده میشه؟ نیم کیلو طلا یعنی چقدر میشه؟ یعنی نیم کیلو طلا میتیمه. و ابو عثمان چه این کار میکنند؟ ابو عثمان المازنی این کار میکنند نمیمون کنه مبرد لیکن اصلاحش مبرد با فتح میگن یعنی مبرد یکی از اصحاب مازنی میگوید که برای چی؟ همین قدر مثلا مبلغ کلون داد استاد لیکن برای که میگوید کتاب سیبوی هنده سیبوی رحمه الله کتابش به 316 آیت ذکر کرد. کتاب نام کتاب سیبوی چی؟ الكتاب 316 آیت ذکر کرد. و من نمیخواهم که بگویید یهودی این آیت های خونه
همین شده بود که سونه چی باید واثق یعنی چی میکند یعنی طلب میکند کیه ابو عثمان مازنیه وقتی که میبیاد نم ابو اسحاق نم انا میگه که باید ابو عثمان مازنی نم اینو از که میشن دیده دیگه چه یمنیا اما ابو عثمان مازنی که هم وقتی که میبیاد ابو عثمان مازنی واثق میگوید که نعم من أي قوم أنت من أي قوم أنت قال من ماذا من ماذا قال من أي الموازين من ماذا قال من أي الموازين أكدم موازين هو يعني موازين جامع موازين قال من ماذا التميم التميمي هو هنا تميمي هو كيو مشان تميمي هو هنا عدنان تميم يعني كيو مشان عدنان يا تميم تميمي هو عدنان عدنان البني اسماعیل میشن البنی نابت سونه اینا لغتاشون چیکار میکردن یعنی قلب و میم نم باء و قلب الباء میم با یا میم میکردن نوم ابو عثمان نومش بکر ابو عثمان المازنی اذا چیکار میکنن یعنی ب یا میم میگوند با یا میم میگو میم همه واسه گفت که اذا گفت که وما قفت اسمك إذا وما اسمك إذا ما اسمك شو مشان ما اسمك ميم لكن ميم ما يجي ميكون با ميكون ما اسمك ميكون ما اسمك إذا وصف باللغة توجه كم إذا ما اسمك يعني ميم تشكو كردم بوي تشكو ميكنا نومش چی نوزر چو گویتا يعني ماك و ابو عثمان آدم ذكي نادي خليفة لما كروا لم يشهد يعني في بكرة وقت مباشرة فهمت يعني احتراما لغة خدشية تركب بلغة جمهور بكر وإلا بلغة شون شيء ما كر بيجان سنة يعني وقت كه بعد قصيدة هو بعد چیزای میگفت سنة المهم يعني چی خونش بگردونده 1000 دینار میتیاد يعني 1000 دینار میتیاد اما اومده مبرد میگه که رأیت میگفت نعم رأيت تركنا 100 دينار لله وعوضنا الله ب1000 میگه یعنی 100 دینار برای الله ترک کنیم الله ما به چی قدر داد 10 برابر توحید داد یعنی الشاهد دیدن مازن یعنی اینا چی هم قبایل ها یعنی بسیار با مازن تمیمه مازن این مازن کی میشه قحطان یعنی و یقال غسان ما گفته چی میگن یعنی برای که حیاتشون قدیمنده یعنی جزیره عربانده یعنی حیات گجونده میشد یعنی آب یعنی چی باید همین جایی که آب چوه های چیزای همینجا چی میکنن یعنی شهر میشد همینجا چی میکنن یعنی آب گفتم نمیگم ما اون بالمشلل قریب من الجحفه یعنی این در معناش چی میشن جحفه ساحلی چی با بحری جابه سرخ یعنی امروزه چی میگویم یکی از میقات ها جحفه یکی از میقات های چی رائنم جحفه میقات اهل یمن جهنم اهل اینی یلملم یمن و اینی جحفه شام رابغ میگیم رابغ ساحلا یعنی نزد مدینه الملك عبد الله الاقتصادية والذين شربوا منه وتحذبوا فسموا به قبائل من ولد مازن بن أسد بن غفنة ذكر نسب الأنصار حسان بن أنصار كذلك يعني أسكيان يعني أنصار أصلاشون از چی؟ یمن اینایم از چی؟ از سبا بنو الاوس والخزرج یعنی انصار دو قبیله هم خیلی اوس و خزرج هر دو اینا دودر اوس و خزرج فرزندایی که میشن حارثه ابن ثعلبه ابن عامر ابن حارثه ابن امرؤ القیس نام 4 لغت امرؤ القیس انده میتونه گویی که با ضم واو با اثبات حمزه یعنی امرؤ با چی میشه امرؤ یعنی با ضمه را امرؤ و میتونه گویی که چی با فتح را امرؤ القیس و سیم لغت با حذف حمزه مرء القیس و چهارمش با حذف حمزه و فتح را نعم چی میشه یعنی مرء القیس نعم مرء القیس مرء القیس امرؤ القیس
وامرأ القيس. نعم. إما سألت فإن معشر نجوب الأسد نسبتنا والماء غصان. إذن يعني نسبة ما شوي أسد. وأسد يعني كم بينات يعني از بنو غوث يمني. وهذا البيت في أبيات له. فقالت اليمن وبعد عك وهم الذين بخراسان منهم عك بن عدنان. وأولاد نعم إذا تبدأ يعني يكون فردان كي يعني نعم از إذا نعم إذا چی بشن یعنی انصاری ها انصار خزرج چی اساسشون از یمن باشد لیکن اصولشون که به میگشت است عدنان به میگردد اینا یعنی عدنان به میگردد. اما دویم فرزند عدنان که گفته معد یعنی مشهور معد ولد معدو یعنی بچه معد 4 فرزند داشت. چند فرزند داشت؟ 4. نزار الیاس ابن مضر ابن نزار بابای رسول صلی الله علیه وسلم. وقضاعه من جای اختلاف اینجا عنده. قضاعه قیل از اهل یمن قیل مثلا چه یا که قضاعه یکتن قبیله هم بنده برای که قضاعه یمنی هم هستن. قضاعه ابن معد وكان قضاعه بكر معد الذي به يكنى فيما يزعمون. نعم يعني بكر يعني حیات معدن ده زن نگرفته بود. وقنص ابن معد وإياد ابن معد. إذن 4 قنص وإياد وتني قضاعي نزار. فأما قضاعة فتيامنت إلى حمير ابن سبا. تيامنت يعني اتجهت. وكان اسمه سبا عبد الشمس وإنما سمي سبا لأنه أول من سبا في العرب. ابن يشجوب ابن نعم جواب الميراد يعني حمير. قضاعة فقالت اليمن وقضاعة قضاعة بن مالك بن حمير. ديدت يعني يمن يوبم جاء قضاعة هاي يعني حمير إني كي مشهد يعني حمير أصبح فرزندوي سبا سبا وسبا فرزندوي كي بسم قحطان. وقال عمرو بن مرة الجهني وجهينة ابن زيد ابن ليث ابن سود ابن أسلم ابن الحاص ابن قضاعة. جهينة نعم جهينة راجحة جنو كيا زعل يمن. جهينة يعني إنه عدنانيها نه إنه قحطانيها. نحن بنو شيخ الهجاني الأزهر قضاعة بن مالك بن حمير النسب المعروف غير منكر في الحجر المنقوش تحت المنبر. نعم إذا قضاعة يعني چی میشد يعني دو وجه روایت کرد. قضاعة مثلا که بدست یعنی قضاعی عدنانی ها و قضاعی یمنی ها. و سیوم و فرزندش قنص که گفتیم یعنی قنص ابن معد و نسب النعمان ابن المنذر. نعمان ابن المنذر این یکی که گفت یعنی از ملوک. اما قنص ابن معد فهلكت نم بقيته فيما يزعم نصاب معدن وكان منهم نعمان ابن المنذر ملك الحيرة. إذن يعني چوای قنص يعني چوای اینا مثل بعیده اینا يكون نام نسب موندگیش نیست. اینا چی نام نسبشون موندگیش نیست. یعنی همه چی موندگی یعنی چوای المنذر ابن نعمان. منذر ابن نعمان نام يوكي النعمان ابن المنذر نام نعمان ابن المنذر نام نعمان ابن المنذر ملك الحيرة. هنا چی میگن يوكي النعمان الثالث. النعمان ماذا ثالث النعمان الثالث نعمان ابن المنذر. فهمت نعمان كي نعمان ابن المنذر. نعمان ابن المنذر الثالث برای که بعد از نعمان چی میشد یعنی خلاص این آخرین یعنی چی ملک حیره بود. حیره گجو على حیره مملکت دولت گجون بود این حیره عراق عنده فهمت دولت مملکت گجون بود عراق عنده. حیره این چنده نزدیک کوفه بصره که هم طرفا به نام خلیج بیانی همجا بود. و این طبعا یعنی چی زمینه همش تابعی که بود فارس نام کسرا. یعنی چی میکرد یعنی اینا به ملکه که اختیار میکرد
کسرا اختیار میکرد. اینا هم باشن تابعی که بدن یعنی کسرا بدن. فهمده؟ همین نعمان که بدن یعنی نعمان ابن المنذر آخرین، یعنی این پیش از اسلام، طبعا پیش از اسلام بدگی اینا هم باشن. نعمان ابن النعمان ابن منذر یعنی چی میشد؟ یعنی پیش از اسلام بدگی اینا، پیش از اسلام بدگی. همین یعنی کسرا یک کار میکند نعمان، کار کسرا یعنی المهم نمیفارد این کار، چون چی میکند؟ میکشد کسرا کیه؟ نعمان میکشد. نعمان ابن منذر چی میکند؟ یعنی میکشد. این آخر نشون. با یکی یعنی چی گفتم؟ نعمان ثالث. با اینجا چی های پیش از این های هم یعنی این هم شاعر معروف های که شاعر مشهور، شاعر مشهور معروف امرؤ القیس. امرؤ القیس های که همین امرؤ القیس یعنی کی میشد؟ یعنی همین یکی از فرزندای نعمان ابن منذر از چی میش بدگی؟ یعنی ملک حیره بدگی. ملک چی بدگی؟ حیره بدگی. امرؤ القیس شاعر مشهور پیش از اسلام شعراش که جا می نویسن کعبه به می نویسن. امرؤ القیس چی به می نویسن؟ یعنی شعراش چی به می نویسن؟ یعنی کعبه می نویسن. علامت شیعه نعمان ابن المنذر. نعمان ابن المنذر امننده سونه وقتی که اسلام درک میکنه، اسلام میبیاد که میبیاد یعنی وقتی که خالد حیره عراق وقتی که فتح میکنه، عراق چیه فتح میکنه، همیننده که بود یعنی دختری نعمان ابن منذر میبیند که میشنود که یعنی جنده نعمان ابن منذر مشهور معروف عرب ها با این که یعنی لگنده بدگی، یعنی مشهور معروف ترین سودا بدگی نعمان ابن منذر. یعنی تمام عرب ها چه یعنی این از بوی ترین با قوت ترین مستحکم ترین دولت سومشتی که دولت است. تو وقتی که خالد رضی الله تعالی عنه عراق فتح میکند، تو نمیدونده چی میشنود که دختر نعمان ابن منذر چه زنده، دخترش چه زنده. تو میبیاد که جنده در وجه شو یک دیره یعنی مثل یعنی مثل کنیسه غار با اینجا ساخته میشنده نصرانی طبعا و یا چه هم نصرانی بدگی عربی چه متنصر یعنی نصرانی شدگی نصرانی شدگی ها. وقتی که میبیاد تو نمیدونده چی اسلام عرض میکند، اسلام عرض میکند که اسلام قبل کنید. تو از زنک چی میگوید که یعنی عمر ما میگوید رفت میگوید عمرم چی مونهش نه یا میگوید چی آخر عمر من دینم تغییر نکرد. یاد خالد میگوید که ولی کی ذلك نکرده، میگوید این کاری تو میگوید تو نه هدیه قوی بسیار چیز مونده میرد. یعنی تو اومدم زنک میگوید که ماذا فعل بك هذا المسلم، یاد میگوید که لا يكرم الكريم الا الكريم، لا يكرم الكريم الا الكريم. یعنی خالد میدوند که کریم کی نه، یعنی کریم و کریم یعنی ما کریم خالد کریم و کریمه کریم معامله کرده میتونه مدح و ثنا میکنه. وقتی خالد تو شعر مینویسه خودش هم شاعره بدگی یعنی دختری یعنی دختر من نعمان ابن منذر چی بدگی یعنی خواهر امرؤ القیس و دختری نعمان ابن منذر یکی از شاعره بدگی همین آدم میگفت یعنی که همین وقتی که میپرسیدن میگفت که جاءت الأيام ما من جاءت الأيام جاءتنا الأيام جاءتنا الأيام ما من أحد إلا يرجو إلا ما من أحد إلا يرجو حالنا ثم أتت علينا الأيام ما من أحد ما من أحد إلا رحمنا. يعني من هذا شيء ابن أبي الدنيا رحمه الله. ابن أبي الدنيا ابن أبي الدنيا كتابه شيء دارد يعني كتابه العقوبات خیلی کتاب دارد. یعنی معناش کتابش هم چی میبیارد یعنی یعنی همین انده حدیث صحیحش موقوف از ابن عباس میگه که ما من بيت امتلأت حبرة إلا ملأت غبرة.
ما من بيت امتلأت حبرة إلا امتلأت غبرة. یعنی معناش چه؟ یعنی خانه ای که حبره یعنی خورسندی، فراوانی، سری خانه ای که با خورسندی و فراوانی پر میشد و البته زمانی میبیاد که خانه چی پر میشد؟ غبره به. غبره یعنی چی باید؟ جراحت به. جراحت یعنی هر یک نم لکل فرحت تره، نم لکل فرحت تره، یعنی هر یک خورسندی به چی؟ خفگی های. همین دختری نعمان بن منذر میگوید که روزهای اومده بود که هر کسی که حال ما میشنید اردوی حواس میکرد موقع. هر کس اردوی حواس میکرد که ما با این شود. انا فروز اومد میگوید که یعنی کسی نمیشود نمیبیند ما الا رحمش میبیاد موقع. الا چی؟ رحمش میبیاد. یعنی دیروز چی خیلی بودیم، امروز چی خیلی شدیم. قصر های مثلا تلای نقره غرق شده بودیم. نه امروز اکن چیه؟ تاکی زمیننده غورنده زندگی میکنیم. فهمده؟ أنا منك بدأت يعني عن نعمان بن المنذر كان من ولد قنص ابن معد. نعم. قال ابن هشام يقال قنص. قال ابن إسحاق وحدثني يعقوب بن عتبة بن مغيرة بن أخنس عن شيخ من الأنصار من بني زريق أنه حدثه أن عمر بن الخطاب حين أوتي بسيف النعمان بن المنذر دعا جبير بن مطعم ابن عدي بن نوفل ابن عبد مناف. يعني جبير برای چی اومد؟ برای که یعنی از شاهد وقتی که یعنی وقتی خالدن گفتم که عراق فتح میشد و سونه وقتی غنیمتای میگیرن حیره قصر همیننده سیف شمشیر نعمان بن المنذر خالد که به مدینه به عمر رضی الله تعالی عنه میفرستاد. سونه شمشیر گرفته که عمر که دعوت میکند جبیر ابن مطعمه فرزند عدی، نعم فرزندی که یعنی عدی ابن نوفل یعنی امین بودن رسول صلی الله علیه و سلم به یاردم داده بودن مکه. جبیر برای که جبیر چی بود؟ یعنی از همه عالمترین آدم بود، انساب به نسبی یعنی عرب های میدونست. یعنی برای که جبیر شاگردی که بود شاگردی ابوبکر صدیق بود و ابوبکر وقتند ابوبکر برین نساب یعنی نسبدون آدم نبود. و همینند وقتی که میپرسد که عمر میگوید که نعمان ابن منذر از کدوم قوم از کدوم قبیله، جبیر میگوید که از قبیله که قنص ابن معد. اذن یعنی چی میشد؟ از معد میرد، یعنی سیم فرزندی که معد قنص میشد. وقال ابن إسحاق فأما سائر العرب فيظن أنه كان رجلا من لخم من ولد ربيع بن نصر. يعني كيام يقول نعمان بن منذرة. وأما لخم بن عدي بن حارث بن مسلم بس نسب اللخم جان ذكر. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد.